باباجان میدیا. تقدیم میکند. شهید کشته شود مثل که اولاد ما شهید کشته شد. ما شکر کشیدیم که تاجیکستان آزادی خود گرفت، مملکتی مستقل شد و یک تکیه‌گاه ما باشه در روز. برعکس ما خود پارچه تاجیکستان به 7-8 جمهوریت تقسیمش کرد. یک شکلاب جور کردید، دیگه ایش نمیدانم خراب بگید. لنوار بدخشان و چی میگن؟ جان دیگه ایجا چیز جور کردیم. حامید 5-6 مملکت و جمهوریت جور. و این سرحدی گرانیز میگن چی میگن؟ گپ زدیم با نماینده سنگک سفر رو گپ زدیم، همه موافق شما فست مالایتان. چی میگن؟ وطن دیگه کس هیچ به شما فایده ای نداره جز وطن خودتان، جز خانه خودتان. و افغانستان برای افغانها بس. عرض ما گرفته هر کسی که اینجا شما را کمک میکنه در حقیقت خدا نخواسته خیانت میکنه، شما را بازی میده. حزب اسلامی و جمعیت اسلامی و نمیدونم دیگه تنظیم‌هایی که دیگه دست میزنه جز منافع شخصی خود، دیگه منافع کار نداره. سلا را به شما میفروشه، پیسای شما را جمع میکنه، خودش زندگی. عرض ما گرفته امیال عملا هست اینجا. سلایت میگیره، عوض یک تراکتور رو میگیره، موتر رو میگیره که سلایت میگیره. به خاطر چی تو برو خدا بکش، اولادت بکش. های بی تشنکای زنات یا سرار نمیبینید؟ شما غیرت ندارین؟ از خاطر شما ما در اینجا بسیار زیری چی میاییم. چی میگن؟ ما میشرمیم که یک زنی تاجیک و دختری تاجیکی ما در اینجا چی است؟ آواره و مهاجر است. گپای ما را میفهمی؟ اسلام به این نیست به دویدن بگیری از جای بگیری یا کسی پیسه باشه اسلام از پیشتان ببره. اسلام تصدیق بالقلب و اقرار باللسان است. به زبان گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله اسلام است. صحیح؟ یا به دویدن میگیرین اسلام از پیشتان گریخته به طرف افغانستان آمده اسلام. فضل خدا همه تان مسلمان هستید و در وطنتان باشید. بیشتر آواره و در بدر نکنید. ما شنیدیم تا صدها نفر شما در دریا غرق شده. صدا طفل شما امیال شهید کشته شده در اینجا فوت کرده. از این کدام اضافه تر تلفات خواهد بود. خیر یک ودمتل ما تاجیکا است که یک جو از غیرت کم که سالها صحیح زندگی برادرای شوروی ها یا اسکینگی میگین چی میگین با ما را نماینده گرفتن. ما با شما گفتن از جانب برادرای سرحدی شوروی ها نماینده هستم که با شما گپ بزنم. ما جای داده شما را نمیتونیم به این خودی ما به پاکستان و ایران مهاجر هستیم. خبر دارید؟ چطور ما مهاجر جای بدیم؟ امیال خودی ما در ایران، پاکستان، ایتالیا، در کل مملکت های جهان ما مهاجر هستیم. دیگر مال خدای کنه مهاجر دیگر را با جای داده. ممکن چند روز شما را عزت داده ای برادرای ما در اینجا خانه‌های ما بکنه. دیگه توان نداره یا نه؟ قبول میکنید که ولی کدام نظر پیشنهاد دارم بگو که ما قبول کنیم ما این نکاس بدیم با شوروی.
چاره خانه، نان، اولاد همه را وجود ملل متحد تضمین کرده که شما را یاشم میکنه، خانه ایشان هم گارانتی، همه مسائل ملل متحد فیصله کرده. خانه‌ها سب سفید چراغ گرم نون آب خانه‌های ما را سوختن هیچی نیست مال و گاوی ما رفت در ما یگان چیز نموند زمین نم لب دریا که غرق میشه هر لحظه شهید کشته میشه اونجا گبر در خانه دقیقه اگر خانه نیست که یک زمین خشک است که بشینی اونجا رفتن نمیشه بیش او را ما تضمین میکنیم کفالت نیست گارانتی گارانتی میگین دو مرتبه سه ما نماینده ملل متحد آوردیم با خود ما را میبینن باز اونجا میریم گارانتی میکنیم تنظیم میکنیم در خانه هایتان قبول کنین از این ریگ نم تکلیف اوجا براتون پلاس میگین خیمه میگین چی میگین ما خیمه میگیم ما پلاس خیمه میتن مواد خوراکه میتن دوا میتن و رج میآیه براتون چی میگین ورکرس میگین چی میگین با تاجیکی چی ما دوا میگیم دارو طبیب دوا همه چیز برای شما میگیم اگر در یک قریه قلخ و باریقل و بارغچه اگر میباشی و بیچاره روزگار شد ببینه اونمو اینم یک قوم از پیش از تو آمده یا ایست یا چی بگم یه خواهی خانترش است ممکنی خانتر باشه مگر آن مردم ما او رقم است از شما کدام بیت نیک است چی بگیم بیت نیک میگن چی میگن کم بغل ما کم بغل غریب دیگه به این خاطر عرض ماده است که شما قبول کنین ما دیروز علی را دیدم علی کماندان تونست نه کلتان علی میگین نه های همون کماندان علی با چرخبال زدن چی خیلی زدن یکان کس نما 20 تیر مستفید کشتن خیر یک سه چهار موی سفید خیری از بین بروه که این توده از بین نروه با 4 موی سفید کاش ما 5 میلیون تلفات دادیم از خاطر چی؟ از خاطر اسلام خط هست
Exam dedim.